سلام دوستان، امروز میخوام یه سوسیس بندری گیاهی براتون درست کنم. مواد لازم برای تهیه این غذا برای 2 نفر: 2 عدد سیب زمینی متوسط از قبل پخته شده، 3 عدد پیاز هستش، 3 عدد گوجه فرنگی کوچیک، 3 عدد سوسیس گیاهی، 1 قاشق و نیم رب گوجه فرنگی و همچنین 1 عدد فلفل سبز تند و ادویه‌ها شامل نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، زردچوبه، پاپریکا، پول بیبر، پودر سیر و کاری که از هر کدوم 1 قاشق چای خوری بسته به ذائقتون. سیب زمینی ها رو به صورت نگینی خورد میکنیم. پیاز هم به این ترتیب خورد میکنیم. گوجه ها رو به صورت نگینی خورد میکنیم. البته اول باید پوست بکنیم. سیب زمینی ها رو جدا سرخ میکنیم. پیاز رو تفت میدیم، بعد ادویه ها رو میریزیم. روغ من رو اضافه میکنیم. گوجه و فلفل هم بهش اضافه میکنیم. در آخر همه رو با هم مخلوط میکنیم. البته باید گوجهش رو بعضیش رنده کنی، بعضیش رو به صورت نگینی باشه که آب بندازه تا غذامون زیاد خشک نشه. سوسیس بندری ما آماده شد. نوش جان.